سلام بچه ها، من هانی هستم. به کانال من خوش اومدین. با من اولین ویدئوی کانالم قرار کمدامون رو زیر رو کنیم. این آیتم هایی که قرار در موردشون صحبت بکنیم تایملس هستن، یعنی پایبند هیچ مدی نیستن، همیشگی هستن. یه چند تا چیز کاربردی ساده و شیک. اولین قسمتی که میخوایم در موردش صحبت کنیم بالا تنه ها هستن. به عنوان اولین آیتم بالا تنه ها انتخاب همیشگی من یه دونه تیشرت سفید ساده است. وقتی میگم ساده یعنی هیچ پرینت و نوشته ای نداشته باشه، یک تیشرت پلین ساده، ترجیحاً فیتتون باشه. آیتمیه که شما با هر نوع شلوار و کفشی میتونید اون استایل کنید. دومین آیتم یک شرت سفید ساده یقه‌دار حکم پیرنمردونه سفید رو داره که ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم پیرنمردونه سفید تکراری میشه یا قدیمی شده یا مدش رفته. همیشه قابل استفاده است، همیشه همه جا هر وقت نمیدونید چی بپوشیم به کارتون میاد، که حالا بعدها اگر بخواید به رنگ بندیاش اضافه کنید ترجیحاً اولویتتون مشکی باشه، کرم و یک آبی روشن، خیلی رنگ شیکیه. این شرت ها رو میتونید روی همه چی استفاده کنید، میتونید به تنهایی استفاده کنید، میتونید زیر وستاتون استفاده کنید و خلاصه کاربردی ترین آیتم کلازتتون میشه. سومین آیتمی که از نظر من ضروریه کت ها هستن که تو دو قد بلند و کوتاه قابل استفاده. بچه ها خیلی به دردتون میخوره کت هم بلندش هم کوتاهش. کوتاه منظورم کت های بلیزره. هرچند کت هایی که تا خط کمر هستن خیلی ترندی ان امسال، ولی خب برای ما ایرانی ها حالا خیلی قابلیت استفاده نداره، استفادهش خب لااقل کمتره. اونم میتونید تهیه کنید. حالا میتونید زیر شامیزه مقدار بلندتر بپوشید بر مهمونی ها، خیلی خوشگله. ولی من منظورم بلیزره در واقع. توی انتخاب رنگ خب باید نگاه کنید به بیس کلی کلازتتون که بیشتر چه رنگایی استفاده میکنید، گرم یا سرد. به رنگ پوستتون نگاه کنید ببینید چه رنگایی رو بیشتر علاقه دارید. ولی اگه من بخوام رنگش رو انتخاب کنم ترجیحاً مشکی، سفید و کرمه توی انتخابای اولیه‌ام برای بلیزر رو میتونید تو محل کار استفاده کنید. اگر دانشجو هستید با استیکر برای بیرون، با پاشنه‌ام برای قرارهای مهمتر. حتی اگر دکمه‌هاشو ببندید میتونید با یه دونه کمر خوشگل اون تبدیل کنید به یک پیراهن شیک. استفادهش براتون خیلی زیاده بچه‌ها. کت‌های بلندم که توی جنس‌های مختلف میتونید بگیرید. هم زمستون قابلیت استفاده داره هم تابستون. الان که هوا سرده به نظرم قهوه‌ایش خیلی شیکه. میریم سراغ قسمت بعد، یعنی شلوارها. اگر من بخوام 3 تا شلوار توی کلازتم داشته باشم ترجیحاً یک شلوار جینه و 2 تای دیگه شلوار سفید و مشکی میشه که با توجه به استفادهتون میتونید جنسش رو انتخاب کنید، حالا یا فبریک باشه یا کتون. بچه هر جا نمیدونید با استایلتون چی خوبه شلوار سفید به دردتون میخوره. شلوار مشکی هم انتخاب من یک شلوار فبریک همون پارچه‌ای راسته مایل به گشاد که روی کفشم بیفته، خیلی برای من قابلیت استفاده داره. میریم سراغ بحث مفصل جین ها. انتخاب رنگ جین رو باید با توجه به فصل و با توجه به رنگ پوستتون، با توجه به رنگ کلی کلازتتون انتخاب بکنید. ولی نکته‌ای که باید توی جین در نظر بگیرید اینه که هیچ برش خاصی نداشته باشه، از مد خاصی پیروی نکنه، پاره پوره نباشه. یک شلوار ساده راسته خوشگل که همیشگیه و همه جا به دردتون میخوره. بچه‌ها به اینم توجه بکنید که آیتم هایی که دارم میگم قراره برای هر قسمت ما 3 تا آیتم رو انتخاب کنیم. ولی خب شما میتونید یک شلوار سرمه‌ای جین داشته باشید و یک آبی روشن برای فصل سرد و فصل گرم. بریم سراغ بخش مفصل کفش ها. در مورد کفش و کیف بعدا قراره مفصل تر با هم صحبت کنیم، ولی خب چند تا مورد خیلی کوتاه رو میگم بهتون. بازم اگر قرار باشه 3 تا آیتم توی کفش ها من انتخاب کنم، یک کفش پاشنه بلنده، یه دونه کفش تخت که میتونید بالرین انتخاب کنید یا لوفر. بالرین خیلی ترندیه. و انتخاب سوم من یک اسنیکر ساده سفید. وقتی میگم اسنیکر ساده سفید یعنی که نه لج خیلی بلندی داشته باشه، نه خیلی بندای رنگی داشته باشه. میتونید اونو با شلوار فبریک بپوشید، میتونید با جین بپوشید، میتونید با بلیزر بپوشید، میتونید با پیراهناتون بپوشید. خلاصه خیلی استفاده داره، البته به شرطی که اونو تمیز نگه دارید. من اگه بخوام بین لوفر و بالرین انتخاب بکنم، لوفر رو انتخاب میکنم چون هم توی استایل های رسمی تر به دردم میخوره، هم میتونم باهاش استایل های روزمره داشته باشم. در مورد کفش پاشنه بلند، یک کفش پاشنه بلند ساده که حالا تو برندهای مختلف میتونید پیدا کنید با قیمت‌های مختلف. حتی من تو برندهای ایرانی هم دیدم.
تو انتخاب رنگش من ترجیحم کرم و مشکی هست که به اکثر لباسا میاد. نکته‌ای که توی کفش پاشنه بلند باید رعایت کنید اینه که قد پاشنه رو با توجه به اینکه چقدر راحتید انتخاب کنید. مثلا من خودم تا 5 سانت یا 7 سانت تو واسه بیرون راحتم. کفش پاشنه بلند زمان زیباست که بتونید با اون راحت را برید. بریم سراغ بخش کیف. در مورد کیف ها هم مثل کفش ها نمیتونم خیلی کامل صحبت بکنم، مختصر میگم. انتخاب من برای کیف یک کیف کوچیک هست که روی لباساتون بتونید استفاده کنید و یک کیف بزرگ. سایز کوچیک که میگم منظورم سایزی هست که ریموتتون، کارتای اعتباریتون و تلفن همراهتون توش جا بشه. سایز بزرگ هم برای کسایی که سر کار میرن، برای دانشجوها، برای منی که مادر 2 تا بچه هستم خیلی کاربردیه. من خیلی اوقات شده هر دو رو استفاده میکنم، اینطوری که کیف کوچیکم و توی کیف بزرگ میذارم و حمل میکنم که حالا هر جا خواستم کیف استفاده نکنم و راحت پیاده شم اون کیف کوچیک رو استفاده میکنم. در مورد رنگش ترجیح من 3 رنگ سفید، مشکی و کرم هست. کرم خوب اولویت داره با اون دوتای دیگه. امیدوارم این نکاتی که گفتم به دردتون بخوره و آیتم هایی که انتخاب کردم و دوست داشته باشید. کانال منو حتما داشته باشید. قراره اینجا بیشتر با هم در مورد فشن صحبت کنیم.